سلام، خیلی خوشحالم از اینکه امروز بالاخره دخترم شوهر میکنه و امیدوارم که بهترین شوهرگیریش بیاد. درود به همراهان بالانس گیم بورد. امروز اومدیم خواستگاری، ولی نه خواستگاری من. مهمون ویژه‌مون دکتر مسعوده، پدری که 5 تا دختر دم وقت داره و دنبال بهترین دامادها میگرده. هر کدوم از شرکت کننده‌ها باید با استدلال، بلوف، کارت‌های ویژه‌ای که دستشونه رضایت دکتر مسعود رو جلب کنن. هدف فقط گرفتن یه دختر نیست. هر کس بتونه دخترهای بیشتری رو وقت پسران خودش در بیاره، برنده نهایی بازیه. بریم سراغ شیر سماور. خب بریم برای شوره بازی. شیر سماور و هر نفر 5 کارت میدم، 2 تا تعریف، نفر 1 دونه هم دیس. دستتون از همین کارتای وسط شارژ کن. خب آماده ای پدرزن؟ بله. خب بفهم. اجازه است؟ بفهم. اولین خواستگار. پسر من با کله گونده های محل میکنه. از اون برم از اون مردای غیرتیه. خواستگار استرس قبول داری؟ با کسب اجازه از پدر عروس پسر من قربونش برم، دلش مثل گنجیش که صاف و ساده. پسر من شاعره، احساسیه، قشنگ شعر میگه، اصلا سرگرم میکنه دختر. شاعر احساسی، آدم حساسیه. سلام. خب چه پسر داماد من؟ پسر من دست به معامله بزرگ میزنم. من نمیتونم برداشت خویدش جاشه. داشت خودت داری خودت دیست میکنی. پسر من حرف خودشه. میدونی 2 تا تعریف و 1 دونه دیس. خب جناب دولت سلامت شد. بله بفهم. بچه من غلام شماست. غلام آدم حرف گوش کنیه، هر چی شما بگی میگه چشم. تازه خیلی هم جیگر دوست داره، اصلا جیگر پسنده. خیلی جیگر دوست داره. نمیدونم کجاش تعریفه کجاش دیسه. پسر حسین خب الان دور دیسه. هر کدوم میده 1 نفر رو دیس کنی. پسر حسین آقا عادت داره بقیه رو دست بندازه. خیلی به نظرم زشته. بفهم. پسر این آقا چی کار هست؟ شبا محکم دست میزن. دوربین رو نگاه کنی ممنون میشم. شما محکم دست میزنه. خوشم میاد هیچ کدومتون جرئت نکنید من دیس کنید. من اینجا چه کارم؟ بنده خدا حسین. خب حسین در من دیست دارم. بچه حسین که خب ویولون میزنه. من دیست دارم. اوه دیسه. سلام. خب بچه تو ویولون میزنه. میتونه شعار احساسی آدم حساسی ویولونش میاد. نه خدا وکیل آده چه دیست دیستی می‌کنه. خراب کردی پنجام. بچه‌ش حرف به خودش. کی میتونه این پدرزن دختر بگیره؟ این چقدر صفر نشسته، چقدر با عقل. تازه چیه؟ حرف خودشه، تازه از دماغ فیلم افتاده. این چه بزنی؟ خب محمد جان شروع کن. دفاعیه رو یه جنبندی داشته باشم. بفهم. گفتم پسر من از اون مردای غیرتیه. مثلا اینا همشون رو بخونی یه بیورزه بیشتسته. از اون ور با کله گنده میپره. یه چیزی بارشه. شبا محکم دست میزنه دیگه، کسی که نتونه محکم دست بزنه کاری نیست. خب چه خوب جمعش. آقا پسر من روحه، این شعر میگه، ویولون میزنه، اصلا سازوادی میکشه. خب میتونم یه ساز دیگه میتونه. آره سلش هم مثل گنجی، صاف و ساده، قشنگ با هم زندگی میکنن. اصلا مقبوله. بیا با پای هم پیر میشن. اگه بتونی خود تامینش کنی مقبول. یکی بیاد به من بگه من این پسر چجوری دفاع کنم. خب نکن. میشنوی. هیچ دفاعی نداشت. نگاه پسر من که اصلا آدم حرف گوش کنی، غلام پدرزن، غلام خیلی هم جیگر دوست داره، اصلا دنبال جیگره که من سمت شما. عادت داره بقیه رو دست بندازه. آدم اجتماعیه، تو خودش نیست، هی خوشو نمیگیره. دیگه مجموعاً من به نتیجه رسیدم احتمال زیاد دختر با پسر عرفان ازدواج میکنه. وای
علت‌ها چه پدرزن خاصی. خیلی 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 راحت میتونم اعلام کنم. من کلا دنبال مسخره بازی و مسخره بازی نمیخوام بخاطر مسخره بازی در بیارم. من داماد یه لحظه صبر کن. که پسر جان عرفان دوباره میشه دیستو بری تعریفاتو بری. بذار یه دور بره، من نمیدونم داره چی میگه. من حفظ بودم تو میخوای بگی تعریف های من عالیه، نه دست به معامله های بزرگ میزنه. معامله خیلی بزرگ. خب حرفم که حرف خودشه. حالا دیگه یه سری وقتا فکر می‌کنم دماغ فیلم افتاده. دست خودش نیست. این برداشتش وقتی معامله بزرگی انجام میده من همه رو می‌خواستم برم آخر سر بیام عرفان اشکال نداره عرفانو میگم. وقتی طرف معامله بزرگی بکنه یعنی کاسبه هم بالاخره ریسک پذیر بودم به درد آینده می‌خوره. میتونست دو پهلو هم باشه دست به معامله بزرگ. وقتی هم حرف آخر رو میزنه میتونه دختر خیلی روش تسلط داشته باشه نظرش رو اعمال کنه که سر حرف آخر رو بزنه، اونم کلمه چشمه. شما به این نکته اصلا دقت نکردید. حرف آخر میتونه ما غلام شما. سلامت باشید. حالا میرسیم به سراغ بچه‌هایی که ساز بادی و ویولن و این چیزا داشتن. کلا ما بچه به مطالبم نمیدیم. حالا کسی میده بسم الله. به مطرب نمیدونم. خواهش میکنم. محمد آقا هم که نمیدونم نیازیه دوباره بگی که بعد بقیه بدونن. آره بفهمید. گفتم پسرم از اون مرد غیرتیه. آره خیلی بی جنبه است، احتمالاً دعوا زیاد میکنه. نه غیرتیه دختر. مشخصه. خب بعد با کله گنده میپره مثل این ویولون. آره دیگه وقتی آدم تو خیابون دعوا میکنه و عقده‌ای باشه دعوا درست کنه بالاخره کله گنده هم نیاز داره که خیلی داره منطقی صحبت میکنه. منم قانع میشم. حالا اینجوری شد بریم بریم رانده دو. بذار نه داری از چی دفاع شما می‌کنی؟ من چی؟ وقتی حرفی سرش نمیاد. غلام شماست. حالا که دخترت نمیدی میتونه با خودت ممکن دست بزنه حالا خودت میدونی. اشکال نداره. خب یک از کارتا به پشت جلو عرفان بمونه واسه امتیاز. مال خودت. بریم واسه شارژ کردن دستا. نفر 3 تا بردارید بچه. خیلی رندوم برداریم که هر روش بردارید دیگه، حالا رندوم و غیر رندوم نره. سه تا بریم. نفر 3 تا چون 2 تا تو دستتون هسته. اونی که جلو عرفانمون، عرفان دست اول خاکی بازی در آورد نمی‌دونی. اونی که جلو عرفانمون دختری که شوهر دادیم. یعنی 4 تا دختر دیگه زدیم. 4 تا. آره 8 تا دختر داریم. می‌خواستم همه رو امروز همه رو میخوای بده به عرفان نمیشه که. اشکال نداره. خودت می‌خوای داره پسر داره این میاد واسه بده. این صحبت نوبت من چون بردم پسر داره. خب پسر من بنده خداست واقعا. امین، صالح و صادق. 3 مورد: امین، صالح و صادق. هر روز هم یه لیوان شیرموز برای سلامت خودش و خانواده‌اش میخوره. هر روز دیگه شیرموز میخوره. آره مخصوصا پنجشنبه شب. بچه من نگاه کن فقط حرف نمیزنه، اهل عمله. هر چی میگه عمل میکنه. اهل عمله. عمله خوبه، عمله کاری، نه عمله خیلی بد. دیگه همین که داشت نفاهم میکرد بچه من اهل عمله انقدر کاریه خوب که هر دفعه میاد خونه پاش بو میده دیگه. این نشانه از کاری بودن آدم. وقتی آدم اهل عمل باشه پاش بو میده دیگه. وقتی حرف بزنه که همیشه بوی گلاب میده. پاش بو میده. اجازه هست؟ بفرمایید. پسر من قابل اعتماده، خیلی هم قابل اعتماده. بعد اینکه داره تشکیل خانواده میده، بچه خیلی دوست داره، سریع نوه‌دار میکنه. دیگه از این بهتر راضی دیگه. نوه‌دار چی کنه؟ با کسب اجازه از پدر عروس، پسر من انقدر کاریه صبح زود بلند میشه. صبح زود ساعت 6 صبح 6 صبح بلند میشه، نماز میخونه قشنگ سر کار. بعد اونقدر کار کشته است، تو کارش حرفه‌ایه، ماهر. بچهش کارکشه است. این بچهش خواب همه حسودی میکنه. خب این بچهش واسه ما عرفان جان چه دیسا سنگین شروع شد. شما میشه بگی چجوری بچت امین، صالح و صادق وقتی بعد خدمت هنوز سیگاری نشده؟ وای چجوری سیگاری نشده؟ چی شده پس؟ بعد خدمت سیگاری نشد. پس قطعا خب پسر حسین آقا، اصلا ببین دختر که میزنه دست بزن داره، دست بزن داره دیگه. پای دخترشو بزن یا بگیریش. دست بزن.
این آقا که درباره دیگران زود قضاوت میکنه تازه به دوران رسیده است پسرش. تمام شده رفت. نظیر تمام شده رفت. بچه من امین، صالح و صادق. یعنی یه بچه باید چی کاره باشه؟ همین سواله. امین، صالح، صادق. خب دوباره دیگه. خفه شو سیاه. خب هر روز صبح یه لیوان شیرموز میخوره. برای چی؟ برای اینکه سالم بمونه، خودش، خانوادهش، همه. حالا اگه بعد خدمت سیگاری نشده، این شد علت. من خودم جوری تربیتش کردم به سمت سیگار من. این پسر شما دیس میشه به خاطر اینکه امین و صالح و صادق بودن کاری حساب نمیشه. شیرموز هم میخواد. مرد میخواد، مرد. شیرموز اهل عمل باشه. میریم گزینه بعد. بنیاد قوی ولی مرد. بچه مرد میخواد، مرد باید دعا بشه، اهل عمل باشه، اینقدر کار کنه که باش پوست سگ مرده بده وقتی خونه میاد. دست بزن داره اون اصلا نکن اون دیسایی که جلوش مشخصه چرا میگه شده. یعنی چی دست بزن داره؟ بچه اصلا خونه است، همش در کاره. به چی یاد بزنه؟ مگه مرض داره؟ این بچهش خوب عملیه. حسین هم دست بزنه. بزنه. حسین هم بچه‌اش دیس میشه. چون من دختر به دست بزن نمیدم ولی اگه 5 دقیقه اصلا دیس. در نتیجه شما میلیاردر هم باشی دست. خودت با اجازه می‌فهمی؟ اون که اصلا می‌خواستم دیسش کنم خودش دیس شد، کاری ندارم بهش. پسر من گفتم نوه داره دونه، بچه دوست داره، بعد نوه تو خیلی دوست داره، بعدش دوست داره. بعد بگو دفاع کن. بعد قابل اعتماده، میتونی تو همه چیز بهش اعتماد کنی، از اینکه کاری، از اینکه دختر حواسش هست، همه چی. تازه به دوران رسیده است چیه بود؟ تازه همه به تازه به دوران جوونه، همه جوونه. مگه میشه خیلی با تجربه باشه؟ همه جوونا خیلی دوستشون واقعا خیلی منطقی. من با بقیه کاری ندارم. ببین پسر من گفتم دیسیپلین داره. صبح زود بیدار میشه. دیسیپلین. صبح زود بیدار میشه. ساعت 6 صبح. قشنگ. بلند میشه، قهوهشو میخوره، قشنگ برنامه روزانه‌شو چک میکنه. کار کشته است. برنامه روزانه‌شو چک میکنه. بعد کار کشته است. بعد حسودی میکنه، در مسیر موفقیت حسودی میکنه. ما خدای من دختر داشتم بهش میگم. ما یه قرآن داریم الحسود یا لا یسود. خب و در نتیجه پسر شما متاسفانه دیس میشه. و این حساده نه متاسفانه شما عجلت زیاد بود برای پسر دفاع کنی نداشتم. نه صبر کن ناامید نشید. ولی ایشالله که توی دفعات بعدی واسه پسرهای بعدی بتونید تلاش بیشتری انجام بدید. یعنی یک وجه و فرزند شما بخاطر اصالتش دیس میشه و این دختر علاق میره پسر محرقا. چاکره. به تازه به دوران رسیده داری؟ واقعا به تازه به دوران رسیدیم. من یعنی قدرت دامادگیری پدر بزرگ من خیلی بهتره. چالش این بازی میدونی کجاست؟ کجا؟ اینکه 2 تا کارت توی دستت میمونه شاید تا آخر بازی نتونی هیچ جا استفادهش کنی. نه به درد دیس فوشه؟ نه بده. بعد انقدر کارت بد باشه نمیتونی تعریف کنی درست. اجازه هست؟ بفرم. دومین دختر ازت بگیر. پسر من تجربه داره این دفعه، سنش زیاده. یه کار کشته داریم این سن. بعد از اون برم با اینکه سنش زیاده، سنی ازش گذشته، قلدر محله است. یه محله ازش حساب میبرم. یعنی هیچ جرئت نمیکنه تو محله فکر چپ به کنم دختر. همینجا رد شد. کسی جرئت نمیکنه چپ به دخترت نگاه کنه که تاش برو دیگه. دوباره با کسب اجازه. این من چند مقدم به من دختر نمیده. یکم تلاش کن. به پسر دفاع کردم برام. این پسر من وکیله. خب از همین رو طرفدار تساوی حقوق زن و مرد. بعد انقدر تلاش میکنه، انقدر به فکر مردمه تا صبح نمیخوابه. همش سرش تو پرونده است. صبح نمیخواد. شب تا صبح بیدار بچهش. خب بسه به بچه من. خدای خود داره. بفهم. بچه من مربی زیرابی رفتن. مربیشه، خودش نیست. مربیه. اهل مهمونی و بریز به پاش هم هست. اشغالشو کرده دیگه، الان دنبال آرامش. مربی زیرا رفتن هر نمیاد. یعنی قشنگ با یه امیر طرفی. آره دیگه. این نگاه کن دختر این سری به این بشر بدی. خدا شاهد کنم این دخترات قطره ها باشه. مربی زیرا رفتن. بچه من خدا رو شکر چشم و گوش بسته است. بفهم. یعنی اصلا اهل زیرابی رفتن این چیزا که کلا نیست. ولی چشم و گوش بسته است، نه اینکه سوسول باشه. تو جاش هم خوب زود جوش میاره.
جواب عمل میده، همه رنده میزون جوش میاره. رفر دیس. الان دیگه اجازه هست بریم تو دیس بازی. اصلا نیازی به دیست نداره، پسر من خودش دیست. چی رفتی پسر ایشون که همش تا کسی خوب محمد بیداره دیست نمیخوابه، این دائم سرش تو گوشیه. این محمد از این دیست مرد در دیست. میاد هیچی نیستی. خب این من یه چیزی میگم همین الان ایشون از مجلس پرت کنیم. این آقایی که همش پسرش تو این پارتی و مهمونیه، این خبر رسیده هلو دوست داره. حالا خود جالب شد. واقعیت دختر آقا هلوه، اگه هلو نبود که الان ما نمیدونم. حرف قشنگی نزد، باز میخوای بهش دختر بده. خب بفرم. پسرشون افاده‌ای و مغروبه. کدوم ایشون کی نداره؟ حسین. من ماندم باشه آقا من گفتی بچه ما سن و سالش بالاه، درسته؟ این سن و سال بالا دیگه زیاد هم خوب نیست. میدونی چرا؟ چون یه دونه بچه داره اینجا. یه بچه داره. یه بچه داره. این بچه اینجا قضیهش چیه؟ این قضیه هست دیگه پشتش دیگه. دفاعی احمد توضیح بده. سرخ نشد، توضیح بده. قرمز شد. قرمز شد. قضیه اسم لو رفت. نه یه افشانگری اینجا داشته. برو. ما تو نهایت خونسردی بفهم. تازه داشتیم شروع می‌کردیم از پسرمون تعریف کنیم، حالا دیگه مشکلاتش هم میگیم که شما کنار میای باهاش یا نه. از اونجایی که گفتم سن پسر من 30-40 سالشه، یه ازدواج ناموفق داشته، ضربه دیده، ولی خب تجربه کسب کرده، خیلی میتونه با زنت کنار، با دخترتون کنار بیاد. یه بچه داره که بچه هم سرپرستی گرفته، ولش نکرده اون بچه رو، حساب کنید مرده قشنگ. میتونه هوای دخترت داشته باشه، با اینکه یه بار ازدواج ناموفق داشته، بچه رو نگه داشته پیش خودش، دیگه بهش شما با کنار میاد. سر شما دیس میشه بخاطر اینکه از اول باز خود بود. بفهم. این من همون اول کارشو گفتم، این وکیله، یک شغل پرمایه، قشنگ پرونده میگیره میزان. و اینکه تا صبح سرش تو گوشی از کجا میدونه؟ همش سرش تو پرونده مرا من نمیگیره. پرونده‌اش تو گوشیه. ببین به مشاور گوش پسر شما خانواده باله میام بذار یه دیس دختر میشه. از اینا بگیریم. به اینا بده. پسر شما دیس میشه. چون پسر فقط دنبال شر و دادگاست که وکیل شده. بفهم. پسر من که واقعیت هلو دوست داره. هلو دوست داره چون دختر شما هلو خانم و هلو خانه واسه این بازی چیز دیگه اومده. خب. اهل میمونی و بریزه بشه به پاش بوده. بریزه بشاش. خب نریزه نشاش. این برنامه زنفیری بفهم. اهل میمونی و بریزه به پاش هم بوده، الان دیگه دنبال آرامش دختر شما. مربی زیرابی رفتن هم بوده. چه دسته کارتی به من؟ همه اینا بوده. دختر تو من بوده دفاع حساب نمیشه. اینا هستن. این پسر شما دو تا دیس خودش اول انداخت. از دفاعی چی میکنی؟ الان چی بگم دیگه؟ هر کی ببینه این فیلم خودش متوجه میشه دیگه. اصلا نیاز به صحبت نداره. خب بفهم. بچه ما که چشم گوش بسته است، خب به خاطر همین بهش انگی افاده مغرور بودن میزنن. ولی شما حقیقت رو بشنو، چشم گوش بسته است. من گفتم اگه چشم گوش بسته است این نیست که تو سری خور باشه آقا، سر جاش به موقعش هم زود جوش میاره، حقشو میگیره. متاسفانه از این که بهتر از پسر شما گیر نمیدی مثلا بابا یعنی از روی مجبوری دیگه این سری این دختر ما زود جوش میاره. بابا برای این بچه عادت چشموش شده بالا. بسته است که باباشون هواشون رو داشته باشه. تو ران دقت به اونی که دست بزن داشت ندی. خب بریم برای ران. بریم یه سه تا کارت دیگه بعدی برداریم. دختر چهارم. ما هم بده. حسین دیگه به نتیجه رسیده، خیلی راحت شده. امروز نکن آره من دیگه دختی یک دونه رو بردم یا اول. بریم واسه ادامه امر خیرها. بریم. علی اکبر جان یه تلاش بکن. به نظرت کدومش دارم بهتره؟ کدوم؟ ها؟ کدوم خانواده؟ چون نگهداری یه لحظه. خانوادگی باید حساب کنیم. خانواده فکر می‌کنم عرفان بد نبود. ولی اوه این مربی زیر رفته ابرازش شد. نه اون یک پسرش بد نبود. بفهم. بچه من خب خب. کلا اهل ریسک و خطر تو حوزه کارش، تو حوزه زندگیش، یعنی اینکه نه ریسک و خطر اینجوری که زندگی رو به باد بدار، نه ریسک و خطر درست. بله. بعدش چی؟ بچه من نیا کن سنش درست، سن جا افتاده مخصوص گرفتن، متولد 69.
میوست بهترین زمان مطالعه 69 دیگه. متولد 69. این دیگه که تمام دوراشو زده اومده فقط بگیره. خب خب بچه من تحصیلات آکادمیک خیلی براش مهمه. کار چاق کنه بچه کاریه، کار چاق کنه. بچهش کارشاق. خب من یه سوال از شما پدر گرامی دارم. بفهم. منو تا اینجا چجوری دیدی؟ شما والا از نظر ادب، نزاکت. نه من خب این ادامه بده یا نده. شما نه، دست آره با دیگه. داشته باش از پسرات دفاع کن. ما ادب- که تا الان اینجا صداقت رو پیشه کار قرار دادیم، ادب و نزاکت رو رعایت کردیم. اینکه شما اگه این دخترتون ببین- ندید ببین- نزاکت رعایت ببین چقدر من چیزی گفتم. اینکه شما انسان وارسته هستی در اون شکی نیست، مرسی، ولی به درد متشکرم. من نمیخوره. خب نه موضوع هم اینجاست. پسر من به دوم باباش رفت، مؤدب، تازه انقدر کتاب خونده، علم بالا، فیلسوف. نه خب من اصلا پسرم تعریف نمی‌کنم، اول اجازه است. بفرما. پسر من من آقا بفرما. آدم تکبریه، یعنی فقط دختره دیگه، تمام. فقط دختره. میگه فقط دخترت. فقط خب. دخترش. بعد انقدر آدم- کمالات داره بچهش دیگه نمیده چی بگه. کدومشو بگی؟ عادت داره قلیون میکشه هر از گاهی، تفریح ماهی یه بار، سال یه بار. عادت به پدرش یه ذره تفریح سال یه بار. مبارزه داری یا با علی اکبر مبارزه داری سر از اینکه به پدر مادرش بده. خب دیسه. بفهم استاد. این وسط خب. پسرشتون بشنن. نگاه کن به مامان باباش رفته کتاب. بذار عرفان حدیث کنم. کارچاق کنه تحصیلات آکادمیک خیلی براش مهمه ولی مارگیره. نگاه کن خیلی چیز داره. این یه کنایه ای توش داره. مارگیره. بیخوا بچه ما که مارگیره ولی بچه تو سابقه کیفری داره. بدبخت. دیگه متولد 69 تا اینجا میتونست داشته باشه. من ادب بالا نمیخوام دیس کنم، خب ولی خدای یاد بذار بیا دخترتو بگیره بره. الان دیگه گریه میفته میگه یه دختر به ما بده. بده برین دیگه، 3 دسته نمیدی شما. خب ایشون دست راستش قویه. دست با دستی چپش خیلی میکشه. چه نمیتون پسرش پسر نماینده پسرش بفرمایید. من آقا بفرم. بعد پسر ایشون خب ماماش چرا ورزش کنه؟ من با تازیم از پسری که کندسته داماد در میاد. از به من بگو دیگه، از پسری که کندسته داماد در میاد. نه شرایط علی اکبر ماما خیلی پیچیده است. ویت اینا تند است. سب یه تحلیل کنم. وایسا نه. این دست راستش قویه. خب تو هم طبیعتا یه دست در اون دست قوی تره. تو باشگاه حالا دیگه نتونستی هماهنگ کنه است. یه خورده این دستش قوی تر از اون دستش. بعد دودم بعد باشگاه میره. خب من تعریف. خب بفرم. نگاه کنین بچه من متولد 69. خب بله. سنی گفتم که این سنی گرفتن دیگه تمام درازه. وقتی شما اهل ریسک و خطر باشی یخ می‌بینیم وسط یه مشکلی هم پیش میاد. سابقه کیفری دیگه قتل که نکرده، تو حوزه کارش بده و اینکه الان تو حوزه کارش موفقه الان اومده زن بگیره تمام شه بره. خب بچه شما دیس میشه. به علت اینکه معلوم نیست این سابقه کیفری چی باشه، کجا اومده. کاری بوده، اداری بوده، دفتری بوده، پشت دفتری بوده، مشخص چکی نیست اهل بوده. ریسک و آره. خطر حتی موضوعش هم میتونه باشه. چون بحث طولانی داره من سعی میکنم که در حد بازی بگم که شما برو فعلا سابقه کیفری تو بردار بیا واسه بچه‌های بعدی تلاش کن. خب رسیدی به بچه من شغل داره، درآمد داره، مارگیری میکنه، نیششون رو میگیره، زهرشون رو میگیره. خب به هر حال درآمدی داره. تحصیلات آکادمیک خیلی براش مهمه. و اینکه کار چاق کنه یعنی چی کار درست میکنه. آقا اینجا خب یه تناقضی نداره. یعنی چه تناقضی داره؟ یه بار دیگه بگو عرفان جان، اینو بگی من دخترام میدم بهت. چی بگم به تو؟ همین حرفو دوباره تکرار. نکس. آقا بکش بیرون دیگه، بر یکی بندازی این ورد. خب آقا ستای آخر یه جا من مامان باباش رفت،
آره ما کندست بودیم بچه‌ها کندست شده چه گناهی کردن نه شاید مثلا خطات چیز. الله. این خوب داره راهنمایی می‌کنه سه تا دیگه به باد رفته یکی خب نه خدای حالا- خدا چیزی نیست. من کتابم زیاد خونده علمشم بالا دیگه حسودی میکنم خب نه بفهم مثلا اینی که فکر نکنم فکر دوره میگه یکی بده بریم داشت مگه خیار اومده بگیره اومده دختر بگیره خب خب پسر من گفتم آدم تکبریه فقط دختره فقط دختره وظیفش فقط دختره وظیفه پسر من گفتم آقا تفریحی نه تریاک نه قلیون هفته یه بار ماه یه بار اهل دودو دمه آره همون یه سر اهل دودو دمه معلوم تو نیست خفه که- شو دارم توضیح میدم نه توضیح روی کارت بگو بخواد اهل تصمیم با قلیان منه. نه بگو تصمیم با من بگو حالا تصمیم. تو گفتم هفته بعد باشگاه میره به جاش هفته مثلا تفریح قلیونشو میکشه ولی باشگاه میره من نتونستم تتو بده دیگه دست راستش یه خورده قوی تر شده تو باشگاه حالا دیگه نتیجه گیری تصمیم می‌کنیم شماست. از بین پسرای پسر حسینی که لیست شد بین پسر عرفان و پسر علی اکبر پسر محمد پسر علی اکبر پیروز مسابقه میشه بالاخره یکی داد اومد. بابا این کندسته بهتر از اینکه کند ذهن باشه کنده است بابا و این در اشتباه خوند نتیجه ببینم اوکی بابا برای این این بار من یکی از دخترامو به علی اکبر میدم بابا اینو فقط خواست بده تا خیلی دست خوب بود. راست بچه خب. زیاد قوی نباشه راند بعدی حساس میشه برو بریم چرا چون یه همه دختر تقریبا یکی مونده. دختر گرفتم آره من سعی کردم اعتدالم رعایت کنم اعتدال تو اینجا رعایت کن تو این دست بچه ها چون دست آخره خود قشنگ مبارزه کنید و من آیتمام خیلی سخت‌تر میشه چون این دستیه که برنده مشخص میشه بین شما فکر کن دو تا پسر دارین یه یه پسر آه، دختر بگیر آره ماشاءالله قربون از پسراتون برم ببینم چیکار میکنید دوباره با کسب اجازه از پدر عروس اللهم صل علی محمد و آل محمد النکاح و سنتی آفرین این آقا بعد خفه از شد. بعد از یک پیروزی موفق پسر بعدی پشت در منتظره آدم معروفیه یعنی پاش از در میذاری بیرون همه تو کمر براش خم میشه حالا دیگه خود داری آدم معروفیه آفرین بعد مهربون دلسوز همینقدر که معروفه همه میشناسنش تو کمر براش خم میشن اونم تو کمر براش هم میشه دست همه رو میگیره کمر یه داره خطرناکه خب داری کمر در میگی آفرین بچه محمد شیرینوز نیکس خب بفهم بچه من یک چیز میگم کار در بیاد تو هر کاری نهایت زورشو میزنه تا بهش برسه خب تو حالم زندگی میکنه دیگه نه تو حالا پذیرای حال نه تو حال در حال حاضر به زندگی میکنه خب مثلا نمیدونم محمد چه نیا کن. استرسی گرفته خب حسین نمیدونه پسر- از کجا شروع کنه پسر من نیا کن کاملا باهوش به حیا کاملا باهوش به حیا همیشه سرش به هواست اصلا نگاه سر به نمیکنه هواست. مثلا سر به هوا آقا از اون نظر نه بله 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 قطعا بله واقعیت رو توضیحاتو میشنوی نیا کن جمع چیه نگاه کنم تو باید به من نشون بدی یا خدا نگاه کنیم تعریفی نیا کن تو نشون بده بچه نگاه. من 6 تا خواهر داره عین هر 6 تا خواهر پشت این عروسه پشت این عروس خیالت راحت یعنی خارج میزنه خار عروسی داره آفرین شوهر داری خب به حسین محمد جان استرس داشتی استرستو کم کن اجازه هست دفاع کن اجازه میدم من مطمئنم پس دخترت مال پسرمه مال همدیگه مال ما نیست مول داره از مول بفرمایید خفه شد پسر من به ماجراجویی علاقه داره این آدم سوبر و سرد و دیوس و اینا نیست دنبال داستان نیست خب آره قابل اعتمادم هست همه اطرافه موضوع باباش مشخصه خب قابل اعتمادم هست به آفرین ماجراجویی هم علاقه همین که داره خودتو کنترل کردی شاید پسرت هم بتونه خودشو کنترل کنه 100% به ولی ماجراجویی تصمیم آخر بله، با من. با ولی اجازه. دیویسه رو گفت. با اجازه نداری. پسر ایشون خبر اومده که ناشیه بچهش ناشیه ناشیه شاید داشتی بود بهتر بود خب بده حسین بشه نه درسته بچه شما واقعا خالی بنده مثل پدر مادرشه این تموم شد که چیکار کردی با زندگی ماشین نگاه کنید میگن که همیشه تو. میخوای
دختر شوهر بدی آقا خانواده مهمه. خانواده اصلا یکی از ارکان مهم ازدواجه. وقتی که باباش نزول خوره این چه خانواده؟ من باهاش نزول خورد. نه عرفان نزول خوره، باباش نزول خوره. بابای داماد نزول خوره. مثلا خانواده وقتی اینجوری دنیا اصلا قاطی کرد. خیلی فکر کنم یه چیزی سنگین شد. اصلا بازی خیلی زیبایی شد. خب حسین که اصلا فکر نکنه همینجوریش بهش دختر بدیم ما به دیس سخت نشد انتخاب. میشه من یه تعریف کنم. دیس بیا پسر ایشون پسر حسین آقا متخصص بیدار کردنه دهن دختر سرویس آقا حالا شاید چیز دیگه ای رو بیدار میکنه. حالا دیگه خودت میداری دیگه چیز دیگه فکر نکنه یه ماری خب الان من باید از خودم تموم کنم دیگه. بفرما. گفتم پسر من به ماجراجویی علاقه داره، قابل اعتماد. حالا میگه ناشیه، ناشی میشه اشتباهاتش دیگه. مگه شما بدون اشتباهی؟ شما تاج سریه. ولی آقا هر اشتباهی داره دیگه، لاشی نیست. ولی اینجاشو ببین قابل اعتماده. یه سری اشتباه همه تو زندگیشون دارن. بیا با حقیقت با هم صحبت کنیم. پسری که دنبال ماجراجویی باشه و ناشی باشه فقط دسته رو راه میده. خب بردار باید بودوی دنبال داتا باشه. نقشی جواب داد. هرچی گفتم گوش کرد. پس ایشالله مراحل بعدی زندگی شما. بابا گوش کن. به ماجراجویی علاقه داره. منظورش اینه که نفر بعدی. بذار دوباره برو. نفر بعدی. بچرخون. آقا این که خالی بنده اصلا خالی بنده یعنی چی؟ تو الان دست پسر من بگی پات روزه تو کوچه با کمر بقال، چه میدونم سوپرمارکت، چه میدونم قصاب، هر کی همه تا کمر براش خم میشه. خالی بنده چیشی و خب معروف اولا اینکه معروفیت خیلی خوب نیست. دوما اینکه اصولا آدم باید اول از محاسن پسرش بگه بعد واسه معایبش توجیه بیاره. پس کسی که اول میره سراغ معایب پسرش معلومه معایب بزرگی بوده که روی نقطه ضعفش سری رفت کرد. پس انشاءالله در مراحل بعدی زندگی شما رو خواهیم. من تو شما دوتا آخر با هم دیگه دفاع کنید، با هم دیگه بجنگید. من نظرمو گرفتم ولی آخر بذار با هم بجنگیم نوبتیه. من بچم تو هر کاری نهایت زورشو میزنه. تو چی؟ سر به هواست. سر به هوا از رو چیه؟ از رو حجب و حیا، نه از روی اینکه آقا حواسش به جای نباشه. آقا من یه سوال دارم. شما ترجیح میدی نتونی بیدار نشه یا بیدار بشه؟ متخصص بیدار کردن این بابا باور کن خوش مزایا. همینجا هم تو داری تناقض ایجاد میکنی. بچت میگه حجب و حیا داره ولی متخصص بیدار کردنه. سر جاش بلند میشه. فکر نکنم. سر جاش بلند ولی بجاش چیز بیدار کرد. ولی بجاش بچه من تو حال زندگی میکنه، براش هم هیچی مهم نیست. حالا تو بهش بعده بچسب. آقا بچه‌ای که هیچی براش مهم نباشه به درد میخوره. آدم باید آقا چیزی مهم یعنی چی براش مهم نباشه. تازه چی؟ از قدیم گفتم خواهرشار مثل خواهر خدا آدم. 6 تا خواهر داره، اصلا خیالت راحته. من که فکر نمی‌کنم شما اگه دختر بدی به این آدم 6 تا خواهر داره، 6 نفر فکر کن قرار دانش سرویس. 6 تا خواهر داره، خودش داره می خواهر داره. ببین خواهرشار. خب نظر تو چیه بنیامین؟ من باشم به حرفای نزولخور اعتماد نمی‌کنم. نتیجه گیری می‌کنی؟ ولی خب 6 تا خواهرم 6 تا خیلی خواهر سخت می‌گذره دختر. ولی قبل اینکه صحبت کنی آقای پدرزن، من نزول خورم. بچه‌م که نزول خور نیه. بجاش نگاه من پول دارم. از فضل پدر تو راچاست. نتیجه گیری دقیقاً همین نکته بود که مهم اینه که اعلام کرد. خانواده مهم. نتیجه گیری همینی بود که اعلام کرد که حسین گفت پدرش نزول خوره نه پسر. گیرم که پدر تو بود فاضل از بعد پدر تو را چه حاصل. وقتی پسر تمام تلاشش رو کرده و چیزی که خواسته رسیده من با تو حال زندگی میکنه. ندم. تو حال زندگی میکنه. پس در نتیجه پسر من میرسه به دختره. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. قربون شما سلامت باشید. امیدوارم که بهتون خوش مخاطبم. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. خب آماسون تونستیم که 5 تا دختر رد کنیم بره تو این وضعیت اقتصادی. واقعا کار سختیه. فکر کنم خواستگار بعدی اومد. آره. تا ویدیو بعدی خدافظ.